من آن زهرای دشت کربلا نور دو عینم عزیز شاهدی رقیه بنت حسینم. بابا بنگر که منزل 3 سالت شده گوشه ویران از بس دشمن منو زده دگر نمانده در پیکر من جان. بابا حسین من برات بمیرم، بابا حسین من، بابا حسین من، جانم بابا حسین من. عقبی ها گوشه کنارا خودتو خرج کن. شکست استخوانم ای پدر جان درد دارم، عدو سنگین دستش من دگر طاقت ندارم. وقتی دشمن با مشت به صورت رقیه زد نگم چه ها شد، بس که محکم زده فقط بدون دندون شیریم جدا شد. بابا حسین من الهی که برات یا ابا عبدالله ارباب جان ببخشی تو رو خدا. بابا عدوی تو خدا میدونه خیلی پسته، ببین که جای پنجه هاش رو صورتت نشست. وقتی دیدم که از سر به لگد ز پهلوها خون میچکیده، تازه فهمی گلت که مادرت به پشت اون درچی کشیده. بابا بابا حسین من الهی که برات بمیرم. بابا ناروزه سا پای روزه گریه کنی. آخ 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 حسین من تواف همه بابا کودک شامی روی لب ها تن داره، اینو بازیش ندید یتیمه و بابا نداره. روزی گفتی به من رقیه جان برا بابا خیلی عزیزی، حالا بنگر عدو منو نشون کرده بابا برا کنیزی. بابا حسین من الهی که برات بمیرم.